مبارزه با ضرررسان‌های کشاورزی کوشش‌های ما در این سمت تا کجا تاثیر بخش هستند؟ همش اکثر از 70-80 فالشیویان. دورو فالشیویان. یا خیلی شامی هم بگیم گارانتی ندارم. از مهنتش نان می‌خورد و دیگران را نان می‌دهد. چیزی عادی که همین خاکستر آبش کم یا اشقار کردیم همین نسکرم که این دارو خریدن شرط نیکی و ضررآور دیگر داروها. ساختکاری در آن زهرخیمیکات‌ها مشاهده کردن نمی‌شود. در وقت زمستان همین درخت‌ها خار رفته است میده باید که ما زهرداروی استفاده بریم. ساحه کشاورزی امروز بیشتر از کدام نمودی حشرات ضرر دیده شده است؟ بسیار دهقانا همین کسلی که دی حشرات رو فرق نمی‌کنن. امروز تاثیر زهرخیمیکات‌ها هم سوس شده است. نرخش بلند، تاثیرش سوست. دونش به آب خوش میکنن و اینجور صفتش ادا شد و پدیل کشد باید که ما ایمونیتی رسینه بقوت کنیم چخیل این رسینه هم چیزی زنده انسان باید تاثیر اولین به صفات و تاثیر دیگر به نرخ محصولات خواهد بود